جشن زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان عزیز. ما حاضر هستیم در دهه آهالیک عظیم برای تبریک کردن در جشن زادروز. امروز پدر عزیزی خاندان احرار قلمک جشن زادروز دارند. از نام فرزندان، از نام انورکه، اسخرکه، بنفشایتی، سهرابک، از نام کلین پاشاها، از نام منظورایتی، دیارایتی و نبیره های شیرین تبریک کرده این لحظه های زیبا امروز روز خورسندی را تبریک میگویم. و البته دیروز که جشن عید آموزگاران بود، معلمه غیاس آورا در عید کسبیشان نیز صدقاً صمیمانه تبریک کرده همراه شمایان پیشکش میکنیم. با ما باشید، ما سر کردیم آغاز میکنیم. رفتیم سلام نوری دیده، سلام مردم فرهنگ دیده. السلام علیکم یار و دوستان خویش و تبار، پدر مادران عزیز. السلام علیکم اهالیکیان عظیم و مهمانان این دهه عزیزی ما. همه شمایان را با امروز روزی خورسندی جشن زادروزی پدر عزیزی خاندان احرار قلمک و عید کسبی معلمه غیاس و خوش آمدتان میگیم. برای هر دو امروز صاحب جشن ها قرصک زنیم به عرضت به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحبا. احرار قلمک معلمه غیاس و شما را نیز به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. احرار قلمک زادروز مبارک. معلمه عزیز عید کسبی مبارک باشد. امروز میخواستیم هر دوی شمایان را تبریک و شادباش گوییم. از نام فرزندان عزیز احرار قلمک خدا خواهد 120 ساله شده صحت سلامت گردید. مولود خجسته میلاد عمر را مبارکباد میگوییم. من امروز سه فرزند عزیز، سه پسر و یک دختر نازنین و البته کلین پاشاها همیشه در خدمت شمایان هستند و نبیره های عزیز یک جای جور شده میگویند هم بابا جانم و زادروزشان هم معلمه آنها جانم و روز عید کسبیشان است. تبریک بیاید. البته فرزندان عزیز میگویند میفرده پدر ما پدر قهرمان هستند. در حقیقت قهرمان هستند که انا همون در دوره های جوانی نام وطن را حمایت کردند. در انا همون دولتی که ناتنجی ها بود در آنجا رفته خدمت کرده. البته صاحب چندین مدال ها هستند و ما میفخریم از هستیشان، از بودنشان. در افغانستان تمامی صحت سلامتی جان خود را البته در خطر گذاشته خدمت کرده آمدند. هزار رحمت. خدا ما شکر میگویم که از آنجا من برگشتم و صاحبی اینقدر مشهوریت داشتم و همیشه در سری ما صحت سلامت باشند. ما هر صبح سحر میخیزیم و برای خداوند کریم شکرانه میگوییم.
برای آنکه این خیلی پدری زحمتکش، پدری که با مهنت‌های حلال ما رو به وای رساندن داره، مادری که برای همه فرزندان خلق علم و تعلیم و تربیت میدهند، این خیلی مادری معلمه داره. خدا با شکر میگویم. هیچ وقت درد و غم نبینند. هر دویشان در سر ما سایبان شوند و از پشتشان ما فخر کرده گردیم و همیشه تاج سر طلایی ما شده گردند. خدا خواهد حاجیان و حاجی بابا شده بیایند، در این خیلی کاشانه های زیبا حج آشی ها کنیم و باز همیشه در خدمتشان باشیم. امروز ارار کلمک از نام فرزندان عزیزتان، از نام انورکه، اسقرکه، بنفشایتی، سهرابکه، از نام منظورایتی، از نام دیارایتی ها، کلین های نازنین، از نام امشبه نبیره های شیرین شما تبریک میگویم. برای پدر عزیز شخصیتان خاندان ما رسانید که شب را شب، روز را روز نگفته، شب و روز مهنتی حلال کردند. با مهنت های حلالشان همه ما را خواندند، کسب آموزاندند و البته یک عائله خوشبخت هستیم. برای پدر عزیزم گوید صد بوسه زنم خاک قدم های پدر را، صد بوسه زنم خاک قدم های پدر را، بر دیده کنم منزل و مأوای پدر را. صد رنج کشد روزی تمام از پی نانه، وای صدقه شوم آبیله دستان پدر را. یک روز نگفت خسته و افسرده شدم من، وای صدقه شوم همت والای پدر را. چون کعبه توافش بکنم در همه هستی، پررنگ نکنم خدمت و رنج های پدر را. معلم عزیز، البته این کسبی را برای شما مبارکباد میگوییم. برای آموزگار چقدر سخن گویم کم است. میگویند اگر پدر فرزند را برای دنیا آفرد، استاد و آموزگار به 27مین درجه آسمان میبرارد. میگویند تا جهان باقی است ای آموزگار، نام تو ماند در جهان پایدار. چون که تو در دلهای انسان مانده ای، هیکل از علم و دانش یادگار. همیشه صحت سلامت باشید. حاضر چخلی که احرار کلمک در سن نفقه باشد هم در یکی از کارخانه های با نفوذ شهر سمرقند، در نفتیج سمرقند کار کرده، مهنت کرده ایستادند و میخواهند کمی باشد باز برای فرزندان کمک کنند. و البته فرزندان میگویند پدر عزیز، ما برای شما چقدر زحمت باشد، چقدر مهنت باشد، ما تیار هستیم، همیشه برای ما دعاگوی باشید. و بیهوده نگفتند اگر خواهی شوی سرور، دعا گیر از پدر مادر. بیابی بام و نام و در، دعا گیر از پدر مادر. سیاه ابری همه غمها پریشان می شود هر سو، بخندد وقتی تو یک سر، دعا گیر از پدر مادر. دعای نیکی پدر مادر مستجاب است. همیشه مانند امروز جوان شده صحت سلامت گردید. معلم بار دیگر در خاندانتان بس روز خرسندی را مبارکباد میگوییم. البته نه فقط فرزندان، ما نیز میفخریم از بودن چنین استادان، از چنین معلمه ها. همیشه شاد و خرم، خرسندی، روزگاری نکو همراه شما باشد. امروز میخواستیم پیش از همه از نام احرار کلمک برای معلمه یک گلدسته در نزد مهمانان در زیر گواهی مهمانان تقدیم کنیم. احرار کلمک خودتان امروز برای معلمه، برای این کسبیشان یک تا گلدسته را تقدیم میکنیم. مرحمت مهمانان خرسک میزنیم. روزی خرسندی مبارک باشد. مبارک باشد. و البته برای هر دوی شمایان خدا خواهد نیت کرده و زیارت کعبه الله شمایان را رساند. کتابی که تمام روی دنیا تن گرفتند و بگیرند، البته کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکش میکنیم. خدا خواهد سال آینده در همه روزهای نزدیک شمایان را حاجی بابا، حاجی معلمه گفتن برای ما نصیب کند. میگویم مرحمت تقدیم میکنیم. مبارک باشد. زادروز مبارک.
البته از دانکش هم مغز شیرین میگویند نبیره شیرین را. امروز نبیره ها برای آنان جان و بابا جان ها البته توفه دارند. اونا را بانو میسپاریم. مرحمت. مبارک باشد. زادروز مبارک. معلمه انا همون خاندانی که هر دوی شمایان زندگی میکنید خاندانی پرفیض است. گفتن فرزندان نیت کرده یک عکس‌های زیبا را یک جویا کردند و گفتن آن لحظه ها با کفا نمی‌آمده است. ما جشن زادروزی پدر را یا روز خرسندی مادرم را در سر یک دسترخوان می نشستیم و ما فرزندان در پیشگاه خاندان پدر و البته مادرم یک آش پلاوی که با دستان زیبایشان میپختن و از آن میخوردیم. انا همین صورت را بینن و هر بار با همون کودکی ها سفر کنیم و انم خیلی صحت سلامتی ترک نکرده در سر ما سایبان باشد. گفتن پیشکش میکنیم مرحمت پرتلید از نام نبیره ها. مبارک باشد. جماعی ما که عکس ها چپا نمایان می شود. مبارک باشد. زادروز مبارک. و البته میخواستیم تا تیار کردن تارت ها معلمه عزیز معلمه مهربان یوسوا تبریک گوییم پدر عزیز خاندان را. بعد از آن یک جای هر دویتان شیرینی را میبرید. مرحبا. اولا السلام علیکم مهمانان عزیز، خواهران، مادران، کلینها، خش و تبارها، پدرها، همه آن شخصانی که ما را عزت کرده آمدند خوش آمده میگوییم، نوری دیده تاجی سر میگوییم. الها هیچگاه درد و غم را نبینیتان. رحمت مانا یخلکت آمده تشریف نمودید. ما منتدار هستیم. الهی هم واتان ساغ و سلامت باشیتان. باز چی گویم؟ باز یک بار دیگر رحمت کلام تشریف شده کدگرتون با هزار رحمت. معلمه و البته احرار قلمان چند سال شد اویله بستگاتان با؟ 40 سال. 40 سال چقدر نصیب کنه 40 سال و 50 سالگی هم باشد و ما شما تبریک کنیم. مقصد پرسیدن از آن است که انا همون 40 سال پیش تارت بری خیلی انا ها نبود می بود می یا نه پیدا شد می نبود. امروز انا همون آرزوها و البته هر بار در روز خرسندی هر دویتان میبرید. امروز در زیر گواهی مهمانان نیت کرده انا شیرینی را میبریم که خداوند کریم بگذار خاندانتان پر از خرسندی ها پر از شیرینی های زندگی باشد. گفتن مرحمت تارت ها را نزدیکتر ببیاریم. یک جای امشب صاحب جشن ها شیرینی را میبرند. روز خرسندی را زادروزی را مبارک باشد بگویم. مرحمت. کلون و بایلویم ساق باشید، سلامت باشید. همین حرمت عزتاتون هیچ وقت نکنید. برای پدر و مادر فخری پدر و مادر این فرزند است. من فخر میکنم با فرزندانم با کلونم. الهیم ساق باشد. من نسبی همین رای من گد رفتگی معلمه کلونا من این دختر الهیم هم باشد ساق باشد. باز یک بار دیگر بچه‌ها عمرای دراز بینه. اوهلاتون که تیج باشه ساق و سلامت باشد. این تارت باشد وقت و ساعتش کتی نصیب میکرده است. همون وقت نبوده است من حاضر آمده است. رحمت کلام با یک مرد دیگر. رحمت سلامت باشد. مرحمت. هر دوی ما شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم. مبارک باشد بگیم. یک تا شما شما کنیم کنیم. مبارک باشد. Понедельник или среду в небе
надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. البته شیرینی را از دورا بیرون میبرانیم. حاضر در اینجا میخواهند سر اول کلید پاشا ها تبریک گویم، بعد از آن نبیره ها تبریک میکنند. مرحبا برای شما. مرحبا. فقط نبیره ها میبروز. مرحبا. Assalom deganda ochladi gul, assalom deganda sayraydi bulbul, assalom deganda alak olg'aysan, ushbu salomingni qabul qil. Assalomu alaykum mehmononi aziz, xush omadat ba dargohi imoyon. Man lutfan az nomi khudam va az nomi ahli oilamon bobojoni duogo'yam ro ba in ba 61 سالگیشان یعنی با روزی زاد روزشان تبریک و مبارکباد میگویم. Dünyadaki işim şu, bolalik tashvishim shu, en shirin tashvishim shu, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Mening onam dunyodir, men kula dayodir, zimistonda yo'limda nur tushagan ziyodir. Mening onam bir daraxt, jannat poydagi taxt, bu o'tkinchi dunyoda onam omad, onam baxt. Mening onam hayotdir, ko'ngildagi bayotdir, u bor ekan to avval, mening xattim shamshoddir. Assalomu alaykum mehmononi aziz. Man az hamин fursat istifoda burda bobojonamro ba ro'zi zodrӯзашон табрику муборакбод мекунам. Авваланбор ба бобоям 120 солашам чӣ ният доранд ятакошо барасам. Az deҳаи ду من بابام شعر دارم. بابا جان خاک پایت می شوم، وقت پیری من عصایت می شوم. با همه دار و مداری زندگی روی حولی کفش پایت می شوم. آنم شعر دارم. کتابی حکمت و معنا معلم، چراغ در رهی فردا معلم. بنه روی که دارد در بسادش جهان را کند ای یا معلم. ای молодец, رحمت. نامبران گفتند که برای هم آنها هم برای باباجان وقتی آغوش کنیم رفتن جون باباجان هم مامان نبیره ها مرحمت. البته امروز پدر عزیز احرار خرامک شما را از نام فرزندان عزیز، از نام انورکه، از خرکه، از مسافرت از نام سهرابکه تبریک میگویم. فرزندان انورکه از خرکه میگویند که ما شهر میداریم تبریک کردن نمیتونیم، میتوانیم آغوش کردن پدر مادر. مرحمت. انورکه از خرکه آغوش کردن تبریک کردنتان ممکن است. زادروز مبارک باشد میگویم. البته عروسی کنجه خاندان دیاربانو تبریک میگویم، هم از نام خود هم از نام سهرابکه. مرحمت. Assalomu alaykum mehmononi oliqadr. Man az amin fursati purqiymat istifoda burda mulomatkun va biyimlojonomro tabrik va muborakbod megӯям. Iloho badbaxti moyon sog' u salomat gardand, dar sarakomu sarpanoh shavand. Budagiyoshima doimo shukr. احوال سلامت باشد، مبارک باشد. و البته مهمانان عزیز چقدر که احرار خرامک طول چندین سالها در کارخانه های با نفوذ کار کردن حاضر، همه دوستان، همه خویش و تبار و هم کسب ها حاضرند. Endi esa badiiy sahnamizga Qarshi viloyatidan tashrif buyurgan aziz mehmonimiz Rinna Takani taklif etardik. Marhamat, yaxshi niyat suhbatlarni eshitamiz, ezgu umidlarni. Marhamat. Qarshi viloyatidan tashrif buyurgan hamkasbimiz, marhamat. Rinna Taka, marhamat.
Assalomu alaykum. Zaryatdan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Bor, qutlug' bo'lsin. Farzandlaringizni baxtiga, yangani baxtiga sog'-omon bo'ling. Arzimagan bir sovg'amiz bor. Albatta, kollektiv nomidan muborak bo'lsin deymiz. Muborak bo'lsin az nomi kollektiv, az nomi hamkoron. قدر ای پیری برنادل توی عاشق ترین دلدار Endi esa Renan aka har bir so'z isboti bilan deyishadi. Bugungi jami mehmonlarni raqsga taklif etamiz. Siz boshchiligingizda albatta kollektivni taklif etamiz. Marhamat, shu qo'shiqlar sizlar uchun. Surotoy shu raqsi borish mo'yon aziz. Bay raqsi. سلامته که این بازن آمده ای بچه خوش آمده